داستان مشهد اومدن رو تو تعریف کن. چی شد شما از کرمانشاه 1700 کیلومتر اونورتر اومدی مشهد؟ دیگه قسمت شد، چون که این مال هواشناسی بود. هواشناسی؟ آره. بابا بزرگ مال هواشناسی آره بود؟ رنجل بود. خب. دادنش مشهد. آمد گفت بدری، گفتم بله. گفت منتقل مشهد شدیم. اسباب زیادی هم انقدر نداشتیم. ریو آورد در خونه وجی خانم، خدا نگهدارش باشه. اسبابا منو بار کردیم، مادر، فامیل، همه گریان، برادر، همسایه که با هم بودیم، همه اشک ریزان و گریه. با یه گروه اومدیم. یه عده مال قصر شیرین بود، یه عده مال چیز بود، سرندج بود، آقای کامکار، خدا نگهدارش باشه. هر نفری یک اتاق گرفتیم. صابخونه خدا بیامرزش، آب از رومان قطع میکرد، میبست. چرا؟ دیگه آب زور بزرگ میکرد، 1 ساعت آب میامد. چجوری با بابا بزرگ آشنا شدی؟ ما که دوره قدیم مثل الان نبود که بیا ببین و آشنا بشی و فلان. یه خانمی آمد گفت ما دختر میخواییم، خب میخوام خوار مادرش بیارم. خدا بیامرزه خاله فردوس و خاله شوهرم، مادر شوهرمون، خار شوهر من خدا بیامرز. اینا اومدن با آقا سیاوش نشستن تو حال. من یک دفعه یه آینه خیلی بزرگی داشتیم، بلند شدم دیدم ای، گفتم ای او پسر است، او پسر است. بعد آقا سیاوش اصفهان بود محل خدمتش، برای یک همون رنجیر فرستاده بودنش اصفهان. این قضیه مال سال چنده؟ یادت میاد؟ زمستون بود. خب چه سالی بود؟ نمیدونم، یادم نیست. خلاصه دیگه بعد و عروسی که گل گربی آوردن زدن مخونه، آقای پوریان زنانه بود و آقام خدا بیامرزش برف اومد و در حدود 20 تا 30 تا پلیس گفته بود بیاد. برای چی؟ برای که اونجا باشه و کسی شلوغ نکنه. بله آقا خدا بعد رحمتش که اومدن دنبال عروس گفتن آقام گفت باید ماشین عروس در خونه باشه که پای به دخترم رو برف نره. خدا بیامرزه پدر شوهرم سرشناس بود. رابطت با مادر شوهرت چجوری بود؟ خوب بودم. راستش رو بگو. قدیم که میدونی یک طوری بودن. خاله شوهرم خیلی بام خوب بود. خب خدا بیامرزه خارشوهر مرده، خیلی بد بود با این خارشوهرم هم که خانم آقای شاهبادیه بدی نکردم، خدا روش شاد کنه. داستان پوران رو بگو. ما یه خاله داشتیم به اسم پوران، اولین آره. بچه مامان بزرگ که ما آره. هیچ وقت ندیدیمش. داستان پوران رو تعریف کن. پوران همون خونه وجه خانم بودیم، بغل داریوش بود. هم بغل داریوش مثل که میفته بالای کنتور سنگ بود. این پشت سرش یه قده در آورد. این قده دکتر گفتیم ببریم، خدا بیامرزه پدر شوهره مادر شوهره. برادرش آورد زفت مثل قیل مانند انداخت، نذاش ببرمش، نذاش ببرینش دکتر. اونم مینداخت، این بچه داد میکشید. چند سالش بود اینجا؟ 2 سالش بود. 2 سال. خیلی عزیز بود. اونم آوردیم. پسری همون فرزان 2 ماهش بود. جای فرزان 2 ماهش بود، 2 ماه پوران 2 سالش بود. اومدیم همین بیمارستان ارتش. همین بیمارستان ارتش دکتر بودم که امروز شنبه آقا سیاوش با آقای کامکار
بردنش بیمارستان، قدش عمل کردن. شنبه دیگه مرد. منم غریب تک تنها، آقا سیوش با آقای کامکار گذاشتنش تو درشکن، من نداشتن، بردن گلشور، اونجا خاکش کردن. الان گلشور تو چمن افتاده. آره دیگه شده پارک گلشور. چرا بر نمیگردی کرمانشاه؟ چرا نمیری اونجا یه خونه‌ای بگیری، زندگی تو بقیهش اونجا کنار دیگه عادت کردن. دخترم اینجاست، پسرم اینجاست، دامادم اینجاست، نواهام اینجاست، دیگه نمیتونه. دیگه ریشه دووندی اینجا، دیگه نمیشه بری. آره. خونه قبلیه رو خیلی میپرسن که چرا عوض کردی؟ عوض نکردم، گذاشتیم گذاشتیم 15 میلیون تومن گرفتیم تای اتاق من، یه آشپزخونه. به دامادم گفتم یه کمی پول میخوام. گفت یه نفر هست پول میده سند میگیره، شما نصفش ببر نصفش، من قسطش من میدم. 3 میلیون تومنش من بردم، 12 میلیون تومن او برد. هرچی پول میبردیم میدادیم بی ورقه میگرفتیم امینی، خدا براش نسازه. این نزول خور بوده، نزول خور و عرق شراب خور. پس اون خونه رو از دست دادیم. خانه من گرفت، دادگاه رفتم، زنش اومد زد رو قرآن، گفت اینا پول، من 16 میلیون تومن پول به دست امینی دادم، امینی داد دست زنش. قسم دروغ خورد زنش شما مدرک اومد، آره اومد دادگاه زد رو قرآن، گفت این پول به من نداده. من واگذار خودشو شوهرشو جفت پسرش کردم قرآن. بریم سوال بعدی. خونه رو برد. بریم سوال بعدی. از من پرسیدین که نوه پسری دختری با مامان بدری زندگی میکنی. من نوه دختری مامان بدری هم 14 سال دارم با مامان بزرگ زندگی میکنم. علت این رابطه نزدیک هم همینه که من 14 سال تو خونه مامان بزرگ دارم زندگی میکنم. دل تنگ نمیشه برای کرمانشاه؟ چرا؟ کجا برم؟ خونه پدر مادر؟ آدم میره خونه پدر مادر. در ضمن برادرم خیلی حرمت میداره، مرتب زنگ میزنه داریوش آباجی کی میای، آباجی کی میای. دختر برادرم همه در خونه همه به رو ما بازه، همه بازه. چرا شما نمیری؟ وگرنه همه که دارن تعارف میکنن باید میگن آره باید یه بیرشیر خصوصی باشه، با پروازم برم، مشکله برم. از پرواز برات بگیریم حالشو داری بری؟ حالشو دارم، والا خرج زیاده. شما نگران خرجش نباش. تو سر برگردی 30 سال گذشته تو سرتپه؟ آره. دل تنگ شده برام؟ آره والا، آره. قربان اون موقع یک دورانی بود. مادرم دوغت کریز می آوردن یک مش، مادرم گوشه حیات آتش وا میکرد، یک دیگ بزرگ قزان بزرگ میذاشت آشمات درست میکرد، یک قزان چند کاسه میدادیم به همساده ها. خاله زری خدا بیامرزش، خاله زهرا خدا بیامرزش، اینا همه، خاله کبرا خدا بیامرزش. می نشستیم یک سینی بزرگ مسی، مادرم میذاشت وسط آشماتم میکرد، با قاشق 4 دورش می نشستیم مخوردیم، جاد خالی. به نظرت بهترین کبابی کرمانشاه کجاست؟ آخ علی پیشی خدا بیامرزش، آخ کباب علی پیشی خدا روحش شاد کنه، خدا روحت شاد بکه علی، خدا بیامرزدت، خدا بیامرزدت. حالا چرا علی پیشی؟ آخه کبابش تک بود. خب بعد چرا پیشی؟ اسمش میگفتن علی پیشی. خب چرا؟ دماغش یکم پت. آره بهترین کباب داشت. چی خوشحالت میکنه؟ مالا پول. کباب. بچه ها، سلامتی بچه ها. خوشم میاد شعار نمیدی. نه پول.
سلامتی کباب. بچم. آره والا پول سلامتیه. اول پول بعد سلامتی دل خود. برامی بیا قدی تا بچو. چرا انقدر از این زلم زیمبا، این خوشم اکسسوری، میاد. دستن، گردن بند دوست داری؟ دوست دارم دیگه، کردم براگم کردم. دوست دارم. همه برام میفرستن. خانم قادری تشکر. خانم قادری ممنون برای اون سوغاتی که برام فرستادی. یک دنیا ممنونم. شکیبا هم از دبی برات فرستاده بود. شکیبا جان، خانم شکیبا، یک دنیا ممنون. از بابا بزرگ و عقایدش بگو. خیلی میپرسم چون عکس بابا بزرگ هست اون بالا درویش بوده. درویش چه مسلکی بوده؟ عقایدش چی بوده؟ من نمیدونم درویش چند تا بود. این درویش خوب بود. خب نمیدونی مال کدوم دسته و فرقه بوده؟ نمیدونم. عقایدش چی بوده؟ مال خرقان بود. خرقان میرفته. شما هم درست نمیدونی؟ نه میرفت خرقان. تمام درویشایم میامدن اونجا. آره یادم همه بچه بودم با بزرگ میرفت. آره. از زندگی راضی هستی؟ آره نه چنان نیستم. الانم که خونه رو بردن خدا برش نسازه. خدا حق بگیره. عیبی نداره. اون که قطعا جواب میده. بله امینی. جواب خدا انشالله جواب ازت بگیره. جفت پسر ده بدی باج. عشقت به چایی از کجا اومده؟ چرا انقدر چای میخوری؟ چرا سماورت همیشه روشنه؟ دوست دارم یکی ادر میاد چای آماده باشه. زوم میگم بفرما بشین چای بخور. دوست دارم. الان چای آماده است. دم کردم همینطوری. خود دیگه فقیر بیچاره چه داره غیر از چای؟ دیگه چیزی نداره. وقتی که بلاگر شدی توی این اینستاگرام فیلم میذاشتی نظر بقیه چی بود با این؟ خوشحال بودن برم. تشویقم کردن. حرفای خوب برم. سوغاتی های خوب برم میفرستادن. هدیه های خوب. مرسی که تا انتهای ویدیو همراه ما بودین. ما بزرگ حرفی نداری؟ سلامتی، دل خوش، تن سالم برای همگی میخوام. قربان شما. یه چایی بریز بخوری. هست.